آیا تا حالا به شکل دونه‌های برف توی کارتون‌ها دقت کردی؟ همونهایی که مثل ستاره‌های شیش پر براق و قشنگ آروم آروم از آسمون میافتن پایین. سوال اینه واقعاً دونه‌های برف این شکلی هن؟ یا فقط یه تصویر خیالی و فانتزیه؟ خب باید بدونی که دونه‌های برف واقعی هم ساختار شیش ضلعی دارن. این به خاطر نحوه چیده شدن مولکول‌های آب موقع یخ زدنه. یعنی طبیعت خودش یه جور هنرمنده. اما تفاوتش اینه که دونه‌های برف واقعی معمولاً نامنظم‌تر، پیچیده‌تر و هر کدوم با طرحی منحصر به فرد ساخته میشن. در واقع تقریباً هیچ وقت دو تا دونه برف دقیقاً شبیه هم نیستن. از طرف دیگه دونه‌های برفی که توی انیمیشن ها یا کارتون ها میبینیم خیلی تمیز و دقیق طراحی شدن، تقارن کامل، خطوط صاف، حتی بعضی وقتها براق و آبی رنگ. اونها بر اساس واقعیت طراحی شدن، ولی با کمی تخیل و زیباسازی هنری. در زندگی واقعی دونه‌های برف اونقدری ریز و ظریفن که معمولاً فقط یک توده سفید کوچولو به چشم میان. اما اگه یه روز خیلی سرد و آروم باشه و خوششانس باشی، شاید بتونی یکیشون رو روی آستینت ببینی. اون وقت میفهمی که زیبایی واقعی گاهی فقط با نگاه دقیق تر دیده میشه. پس دفعه بعد که برف اومد یه دونش رو بگیر، بهش نگاه کن و یادت باشه حتی اگه کارتون‌ها یکم اغراق کرده باشن، اما الهامشون از یکی از هنرمندترین آثار طبیعت، دونه برف.